سلام و درود دوستان گرامی، امیدوارم هر جا که هستید روز و شب خوبی رو سپری میکنید. در شهر تورنتو هستیم الان. از مطب دکتر متخصص گوش، حلق و بینی اومدم بیرون. دکتر خانواده‌ام در اکتبر 2023 منو ارجاع داده بود به متخصص و آگوست 2024 نوبتم رسیده بود که برم و متخصص منو ببینیم. در واقع بیش از 8 ماه که منتظر بودم و به نظر میرسه این مدت 8 ماه در کانادا یک استاندارد جدیدی شده. البته من در مورد تورنتو صحبت میکنم، از شهرهای دیگه اطلاعاتی ندارم. جالبه بدونید که نخست وزیر استان اونتاریو در جریان افتتاح یک بیمارستان دامپزشکی هم شوخی کرده بود با مردم و گفته بود که بیمارانی که قرار MRI و CT اسکن انجام بدن هم میتونن از این بیمارستان دامپزشکی استفاده کنن که این شوخی داگفورد در خبرها منعکس شده بود و مردم ناراحت شده بودن. By the looks of it, we know where we can send the overflow patients now for MRIs and CAT scans and everything else. So keep an extra room for some other patients for King, and I'm also joined by. میگن که کمبود نیروی کار و متخصص باعث به وجود آمدن این زمان طولانی می شود و همونطور که میدونید تقریبا چند ماه پیش به پرستارام اجازه و به قول معروف ایمپاور، قدرت نوشتن نسخه هم داده اند. البته من در حد خبر از این اطلاع دارم و تجربه شخصی ندارم در این مورد. در مورد کلینیکا بگم برای شما که تجربه شخصی خودم 2 ساعت بدون اغراق بگم که منتظر بودم تا برم به اتاق معاینه. از زمانی که پذیرش شدم در مطب یا همون کلینیک تقریبا 2 ساعت منتظر بودم تا برم اتاق معاینه و این تجربه رو در کلینیک های مختلف داشتم در سالهای دور در نقاط مختلف شهر. امسال یه تجربه جدیدی کسب کردم. نزدیکی های خونه یک مرکزی رو پیدا کردم که میتونستی آنلاین وقت بگیری و من این کار رو انجام دادم و وقتی رسیدم به کلینیک در واقع 2 بار از اون کلینیک استفاده کردم البته و 10 یا 5 دقیقه بیشتر منتظر دکتر یا رفتن به اتاق معاینه نموندم. در واقع یه تجربه جدید و خوبی بود که امسال خط بطلانی کشید بر اون تفکر من که همیشه فکر کردم که همه جا باید 2 ساعت منتظر بمونی. البته خبر ندارم که این کلینیک جدیده یا قبلا هم بوده. در واقع چون محل جدیدی برای من تازه باهاش آشنا شدم. anyway، مسئله‌ای که برای کسایی که در کانادا زندگی میکنن اینه که وقتی دکتر نسخه مینویسه اگه فکس کنه به داروخونه در زمان شما صرفه جویی میشه. یعنی برای من اینجوری اتفاق افتاد که دکتر نسخه رو فکس کرد به داروخونه و بعد داروخونه به مسیج داد که داروات آماده است، میتونی که بیای و تحویل بگیرید. و خودتون میدونید که حتی برای تحویل گرفتن دارو هم
حداقل نیم ساعت زمان لازم داره. از زمانی که نسخه رو میدین دست دکتر داروساز یا دستیارش، در واقع نیم ساعت یا 45 دقیقه طول میکشه تا حتی اگه یک قلم دارو باشه باید منتظر بمونید. ولی با این فن، با این روش دیگه در وقت شما صرفه جویی میشه. و نکته مهمش اینه که من یک دوره‌ای که وقت اخیراً هم بود بیمه تکمیلی نداشتم، دارویی قرار بود بگیرم و در واقع داروام گرون بود. رفتم که داروخونه چی بهم گفت که میتونی بری از کاسکو بگیری و ارزون در میاد برات. منم گفتم که من ممبرشیپ یا من عضویت کاسکو رو ندارم. گفت که برای دارو نیازی نیست که ممبرشیپ یا عضویت کاسکو رو داشته باشید. و همون زمان که رفتم در واقع $40 داروها رو ارزونتر از داروخانه های معمولی، همون داروخونه که برام قیمت داده بود گرفتم. اینم یک نکته یا تیپ و تریکی که برای کسایی که بیمه تکمیلی ندارن یا داروهای گران قیمت مصرف میکنن، امیدوارم که مفید واقع شده باشه. آره، داشتم میگفتم که این مدت انتظار برای این دکتر متخصص گوش حلق بینی که بهش میگن ENT، چون اسمش طولانی مخففش رو میگن، در واقع از اکتبر سال گذشته تا آگوست امسال طول کشید و برام در واقع مشکلات تنفسی داشتم و همچنین از کودکی مشکلات لوزه. گفت که مشکل لوزه با لیزر، از طریق لیزر درمانی برطرف میشه و $2700 هم هزینهش میشه که هیچ بیمه مسئولیتش رو قبول نخواهد کرد. و همچنین که دوره ریکاوریش سخته. برای مشکل تنفسی هم گفت که میتونم انحراف بینی داری و میتونم به جراح شما رو ارجاع بدم. و قبلا البته من بینی خودم رو جراحی کردم در جریان یک بازی فوتبال. بینی من شکسته شده بود و وضعیت ترافیک رو که دیدید خیلی باید حواسمون جمع باشه. یک لحظه، یک آن ممکنه که ما رو پخش زمین بکنه. راننده هایی که عجله دارن. بله، وقتی که شکستگی بینی برام اتفاق افتاد، در واقع به صورت دماغم بزرگ شد، ورم کرد. در تورنتو پلیس هم وضعیت اینجوریه. anyway، دماغ من خیلی سریع ورم کرد. اون شب رفتم اکس ری، گفت که دماغ شکسته. بعد رفتم یک متخصص پیدا کردم، گفت که عمل تامپون، از که بهش میگن عمل سرپایی، یه بی‌حسی موضعی میکنن و با یک دستگاهی میفتن به جون بینی. و گفت که چون غضروفای بینی شکسته و استخوان نیست، غضروف هم چون حالت الاستیک داره سخته. anyway، دوباره عمل رو انجام داد و هیچ دردی ازم دوا نکرد و مشکلاتم سر جاش بود.
50,000 تومان هزینه شده بود که البته اسپانسر باحالمون این هزینه رو پرداخت. بعد سمت چپم دیگه واقعا مسدود شده بود، نمیتونستم نفس بکشم. یه بار امتحان کردم، یه دود قلیون گرفتم و کلا هیچ دودی از سمت چپ بیرون نیومد. بنابراین رفتم جراحی. همون که جلوی جراح نشستم گفت انحراف بینی داری، باید عمل بشه. رفتم و عمل کردم و وقتی که از خواب بیدار شدم دیدم یه ظرف قضروف تراشیده شده بالا سر منه. اونا رو که دیدم حالم بدتر شد. در واقع خیلی عمل واقعا ریکاوری جراحی بینی واقعا برای من خیلی سخت بود. اونقدر گردنم ورم کرده بود زیر چونم که انگار یه لایی توپ مانندی دور گردنم بود. دوره ریکاوریش خیلی سخت بود، طولانی بود، ولی مشکل تنفسیم رو خیلی بهبود بخشیده بود. ولی الان که گفت که میتونم به جراح ارجاعت بدم دوباره جراحی کنی، گفتم که چجوریه فرق میکنه در مشکل تنفسی من از واقعا از لحاظ شکستگی، چون که شکسته نمیخوام عملش کنم، ولی اگه مشکل تنفسی من رو بهبود خواهد بخشید گفت که آره حتما مشکل تنفسی بهتر خواهد شد، چون اون تیغ دماغ واقعا کجه، راست نیست. و گفت که اینو، گفتم عمل زیبایی که نیست. گفت نه عمل زیبایی نیست و بیمه هم اینو در واقع تحت پوشش قرار میده. حالا گفتم که شما منو ارجاع بده برم با اون جراح صحبت کنم ببینم که نظر اون چیه، بعد تصمیم بگیرم که آیا برم جلو برای جراحی یا اینکه نه همین منوالو برم جلو. چون خودم متوجه نمیشم موقعی که الان مثلا دوچرخه سواری میکنم یا موقع ورزش احساس نمی کنم که دارم فقط با دهنم تنفس میکنم. بعد که میرم دندونامو مسواک میزنم اون موقع میبینم که تمام تنفس رو از طریق دهانم انجام دادم. یه حالت لایه لایه تولید میکنه و اون نشون میده که در واقع هوا به صورت مداوم از طریق دهان در حالت دم و بازدم بوده. چرا زحمت بکشی راهنما بزنی؟ راهنما رو برای خودش میزنه، موقعی که پیچیده داره راهنما میزنه. خب موضوع امروز و موضوع برنامه امروز رو من در واقع بهداشت و درمان، خدمات درمانی استفاده کردم. در مورد عمل جراحی که صحبت کردم در ایران، عمل جراحی بود که در بیمارستان تامین اجتماعی انجام داده بودم و هیچ هزینه پرداخت نکرده بودم. دوستانی که با تورنتو و کانادا آشنایی ندارن، اینجوریه که مثل شهرهای بزرگ ایران یا تهران نیست که همه جا در جاهای مختلف شلوغی و سرزندگی وجود داشته باشه. اینجا در محدوده‌های خاصی رفت آمد زیاده، به قول معروف شور و حال زندگی، جنب و جوش زندگی رو میشه حس کرد و مشاهده کرد. کسایی که سر کار میرن، کسایی که دارن در وسط روز نهارشون رو گرفتن و میرن به دفترشون، نمیدونم، یا کسایی که فقط برای همینجوری اشغال دارن در سطح شهر گردش میکنن و
من خودم هم اوایل که اومده بودم در شمال تورنتو زندگی میکردم و شمال تورنتو خیلی خلوت بود، در واقع محل زندگی دیگه، یه گوشه از شهر که زندگی آروم و ساکتی در جریان هست و محل فعل و انفعالات همین تورنتو اصلی است. و هر موقع که دلم تنگ شد می اومدم همین خیابونای کینگ، کوین و این بر دور و برا رو میچرخیدم، داخل مغازه ها میرفتم، مردم رو تماشا میکردم، در حال و هوای خودم بودم. موزیک رو گوش بدیم. بریم که داشته باشیم ادامه ماجرا رو. اون موقع که می اومدم همین پایین شهر، به قول خودشون داونتاون، همینجوری شانسی که می اومدم صحنه های جالبی برمیخوردم. یه بار دیدم کلی آدم وایسادن یه طرف خیابون، گفتم که چرا وایسادید اینجا؟ گفت که کیم کارداشیان قراره بیاد داخل این مغازه و منم وایسادم. در واقع بعد یه مدت کوتاه، نیم ساعت، دیدم که یه ماشین نگه داشت و دور بودم، البته تقریبا 150 متر با فاصله، دیدم که بله اون موقع با شوهر قبلیش تازه آشنا شده بود و داشت از اون شوهرش رونمایی میکرد و